اینم ساعت 6:25. کفشامو دیشب شستیم و داریم گرم میکنیم. هوای مشهد عالی. چقدر سنگینه. در راه هم آبی گل چیده. در راه هم برای بوکسینگ در یک سنتر بوکسینگ میخوایم بریم. 24 ساعت دیگه انشالله داریم این تهران. PUBG LX باکس ZS X لاجیک قرار بریم تهرون. نورانی نیم رخ یه رخ سه رو نه همون یه رخ بس. ما داریم برای همیشه از مشهد میریم مهاجرت ولاگ مهاجرت به تهران. سالادولگیه آب معدنی بیسکویت منم ویفر رو بردم. ویفر چای نبات برای تریاک و منم چای آوردم 10 تا برداشت. چای آوردیم ولی آب جوشش امیدوارم پیدا کنیم اونجا. داره فکر کنم ان شاء الله اگر نکنم ساعت چنده؟ کجا بود؟ نظرتون چیه؟ نظری ندارم. من به فکر فرو رفت. طبیعت بکر مشهد خوشک ساعت طبیعت مشهد با ساعت 7:40 داریمش. چقدر بزرگ ایوی باباره بزرگ مهرات تمام شد. دو عینکیه شبیه همه خیلی عوض یکم نه خیلی شبیه ست کرد. موبایل نداری؟ چرا تو جیبم حوصله ندارم. ساعت 9:10 است. به خاطر بزرگ مهرم که شده صاف کنیم 9:30 ساعت.
بریم نماز محشر ساعت 3:30 آقا بیدار شد. در واقع نمیدونیم کجاییم ولی میدونیم تو مقصد تهرانی. ساعت 50 دقیقه است. آبگویا لوبیا نخواست داریم میخوریم تو همینگه خواهیم 4 ساعت تا تهران. آبگویا میگن درآمد دلاری از اونجا خیلی خوبه. بی‌نظیره. پس شما حساب کنین که حداقل درآمد دلاری داشته باشید. اینقدر بچه رو بزنیم. بچه های توی قطار اتوبوسی نگیریم. نگاه 12 ساعته بگاه رفتیم. ساعت الان 6 اشتباه رسیدیم. این چی؟ این موبایل من تفرید که خوابم شد. هنوز ساعت 45. عالی قوی هیچ وقت نگیم. داره حک می‌کنه. ساعت 7:30 هست. عالی. آقا عالی. دستشوی جفتش برو. بچه ها رسیدیم تهران. کف تهران
بگی چای گفتم اومدیم خونه عجب جایی حاجیتون رزرو کرده عجب عالیه دستشویش فقط یکم خرابه و عالی آقا بریم این داداش سرخ نشده چرا؟ 30 سانتی اینا 30 سانتیش فکر دوست داره اینش انگار سرخ نشده نه تو فریزر در بود باشید بریم فخیلی خودم بابا اینو یادم رفت بریم یک بالکنه خوبی هم داره و ولی خب ما یه روز بیشتر نیستیم خب حیفش که یه روز بیشتر نیستیم و فردا تولیت تکمیلی میده آقا این نمیذاره ما بخوابیم فردا صبح میخوایم بریم با هم خوشگله پویا؟ آره عزیزم که امیر حسین اینجا نیست و اینا میخوردشون الان این از پام دارم میگم کی تو تله میافته به نظرت فرد مورد نظر کی؟ داداش من یه نظری دارم این همون ویدیویی که بعد میلیون شد لیاقتشو داره من نظرم اینه که باشین 6 و 7 صبح بریم اکسین همونجا بخوریم تو برو سوسکا رو جمع کن حاجی حاجی چقدر تخمیه داداش اکسین اصلا ساعت چند بیدار میگم بیدار آره من فکر میکنم 8 و 9 باید واکنه وقتی به ما گفت در اونجا باشه خودشون احتمال از 8 میگیره من قربونمون چونت بشم نه تا همین الان داشت حرف میزد هم تو اومدیم ببین آقا یه سازی بزن برای ما اون کار زشتی نیست ما خوابیم نه بابا چیزو میگم پویا خواب سر اینا خوابی مگه پویا که نمیخوابه تا صبح خاطر سوسکا او الان یادم اومد اون کمدم الان از حاجی ببین توش چیزی نیست اونو نه اونو میذارم با شناخته با اون آقا خونه رو تحویل دادیم و هیچ وقت نرین اصلا نرین به قول آقا پویا چی بود؟ چی گفتی؟ پرورش سوسک داشت داریم میریم به سمت گیم سنتر اوکسینز سوپر بسته است این بود؟ آره ای خواهرش چه همیشه فوبیا یه چیزی انگار جا گذاشتم دارم منم همینطوریم از موقع کرونا اینطوری شده که الکل دستت بزنی بذاری کنار بازور برداری یاد نره حاجی نه به مشهد که از 6 صبح